حالا فرصت داره، اگر توبه کنه، از صدق پشیمان شوه، بازگشت به خدا کنه، پروردگار غفور الرحیم میگذره. اما توبه نکرده از این عالم میروه. ای مرد زانی و ای زن زانیه، شما بدانه که پروردگار جزاش در روز قیامت بالای شما جاری میکنه. در زبور آمدن در باب عذاب مردهای زانیه و مردهای زانی و زنهای زانیه. انهم یعذبون فی النار بفروجهم، انهم معلقون فی النار بفروجهم. مردها و زنهای فاحشه را پروردگار در دوزخ از شرمگاهاشان آویزان میکند. خواهرای عزیز، ای کسانی که دنیا شما را فریب داد، برای اندک چیز حیای خودتان، ناموس خودتان فروخته ایستاده. ای جوانا، برای 5 لحظه 5 دقیقه فرصت و معیشت حیاتتان سوزانده ایستاده. شما را پروردگار از شرمگاهاتان در دوزخ آویزان میکند. و یضربون علیها باصوات من حدید. شما را به تازیانه های آهنین، ملائکه های دهشتناک دوزخ جزا میدهند. این سخن پروردگار است در زبور هم یکی از کتاب های الهی. یضربون علیها بصوت من حدید فاذا استغاث. وقتی که از ضربی تازیانه فریاد میکشد، وقتی که فریاد میکشد این زن یا این مرد فاحشه، صاحت الیه الزبانیه. این ملائکه عذاب به سوی او با غضب نگاه کرده میگوید این هذا الصوت، این هذا الصوت، کجاست این فریاد؟ و انت تضحك و تلعب و تفرح في الدنيا ولا تخاف الله ولا تراقبوه. کجاست این آواز؟ شما این آواز پیشتر فکر نکردی؟ وقتی که زنا میکردی، وقتی که با مرد نامحرم، با زن نامحرم صحبت میکردی میخندیدی، وقتی که 2 به 2 صحبت داشته خوشحال بودی. برای چی امروز رو یاد نکردی؟ برای چی خدا را مراقب خود ندانستی؟ برای چی فکر نکردی که من خدای دارم که او من دیدی ایستاده است؟ برای چی فکر نکردی من ملائکه های هستم دیدم؟ چون شرمی از خدا نکردی؟ اکنون داد میزنی؟ اکنون فریاد میکشی؟ امروز عزیزان من، کسلی سیفتی، کسلی های سوزاد، کسلی از همه دهشتناک، خطرناک دید تمام عالم را مانندی ابر تیره پهن کرده ایستاده، فرا گرفته ایستاده. این اثر چیست؟ این اثر زنا، این اثر بی‌حیایی است، این اثر فاحشگی. امروز تمام دنیا با همه بایگری ها